سلام بچه ها، خوش اومدید به اولین ویدیوی کانال من. بچه ها ببینید، من یه مودی پیدا کردم که خیلی خفنه، اما قبل اینکه این مود براتون معرفی کنم، مود خیلی خوبیه. اما قبل از اینکه مودو براتون بگم چطوری دانلودش کنید و چطوری واردش کنید، گوشیتون رو بدین آقای میساق لایو حساب کنه. خب ببینید بچه ها، الان براتون میگم مود چطوری واسه من یه مپ بسازم. اینجا من میذارم کریتیو. بچه اینجا نگاه کنین، مودش اینه. این بچه بخشید الان مودش اینه. مودش اینه. خب اگر میخوای ببینید چطوری مود دانلود میکنم، خب بچه ببینید، حالا ما اینو واردش میکنیم. بچه ها بخشید ویدیو داره طولانی شده، واسه بچه ها من ویدیو رو استوب میکنم. خب بچه ها ببینید، موقعی که وارد میشه، خب یه همچین صفحه بریم که تضمین داشته، ما فعلا دست نمیزنیم تا همه چی ریسا میمونه. خب بعدش ما میایم اینجا و میایم توی این بخش، میبینید که تفنگا هست. حالا من برمیدارم که بفهمید چطوری این تفنگاش. بچه گفتم دیگه، گوشیتون رو بدین آقای مسازی لایک و ساب کنه. بچه خود تفنگاش رو تست کنید، شما فقط اینجا نکنید. خیلی مود خفنی بچه، خیلی دوستش دارم، خیلی باحالش، انگار خود کال آف دیوتی. فقط تو انیمیشن راه رفتنش نگاه کنید. اول نمیدونم چرا تفنگ کلتش اینجوری، ولی خب تقصیر من نیست، تقصیر سازنده موده. اینجا نگاه کنید، انیمیشن موده، فقط نظر. حالا این هم همونطوریه. این بچه ببینید، این مودو خب من نمیتونم همه تفنگاشو برشون نشون بدم، خودتون برید دانلود کنین. حالا خب بچه ببینید، برای دانلود مود باید یه کاری کنید. خب بچه ببینید، برای این بچه بخشید، برای دانلود کردن این مود اول شما به یه برنامه دادید، مستر کرافت یا همون مستر ماینکرافت. شما یا بازار یا مارکت، حالا هر برنامه نصب کردین، یا فارسیه خب یا انگلیسی می‌نویسید. حالا من می‌نویسم مستر کرافت. حالا اینو می‌نویسم، شما میاین و این برنامه رو نصبش میکنین. همین من واردش میشم. این بچه تو این بخش خب من به روز رسانیش کردم، همه چی شما رو سرجاش، اما چون که شما موقعی دانلودش کنید ایناش فارسی برای شما. حالا ببینید، ما میام اینجا می‌نویسیم ادونس یعنی همون افزونه. میریم تو بخش اسلحه ها. حالا اینو کارشون نداریم، میایم و اینو ببینید، همینو خب داریم. این مود همینو دانلودش میکنیم. اگر هم نمیدونید واسین تو براتون میگم. خب این مود اگر شما دانلود کنید همین چیزی که چینه. حالا من دوباره دانلود میکنم و اینجا میزنید پلی ماینکرافت. اگر براتون این وار نزنید بالا، بزنید پایینی. حالا برای من وارد ماینکرافت میشه. خب بچه همونطور که دیدین اینطوری بود. حالا اینا از ویدیو امروز همون، امیدوارم که لذت برده باشید و کمکتون کنه. تا ویدیو بعدی، فعلا خدافظ، دوستتون دارم.